همانطور که مستحضر هستید در روزهای گذشته اقدامات ماجراجویانه تیم شبه فان آقای فردوسی پور در آخرین برنامه فوتبال 360 منجر به جریحه دار شدن احساسات عمومی خیلی طرفداران بیشمار برنامه نیمه شب شد. ما ضمن محکوم کردن این تعرض آشکار به گروهک 360 به سرکردگی ابوطالب هشدار می‌دهیم که در صورت تکرار این اقدام خصمانه از تمام ظرفیت‌های بازدارنده خود که شامل شوخی‌های دارک، دیسبک‌های بسیار سهمگین و خاطرات مربوط به نوجوانی ایشان می‌شود استفاده خواهیم کرد. به سایر برنامه‌ها اعم از یوتیوبی و پلتفرمی نیز هشدار می‌دهد که در صورت عدم اجماع و محکوم کردن این توسعه طلبی‌ها و تلاش‌های بی حد و مرز برای دیده شدن توسط این مجری ماجراجو، آتش این دیس و دیسبک به سایر برنامه‌ها و پلتفرم‌های آنلاین نیز کشیده خواهد شد.